Hi, my name is Kainush. This is the first time you can watch me in the video. Today, I want to talk about a very basic grammar, which is present simple. همه جمله هایی که الان گفتم با گرامر حال ساده بود. سلام به همگی، من کینوشم و امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم با هم گرامر حال ساده یا سیمپل پرزنت رو بخونیم. هر جمله‌ای که ما بیان میکنیم یه زمانی داره. این زمان توی فعل جمله دیده میشه. برای مثال Last year I was 37 years old. پارسال من 37 سالم بود. Now I am 38. الان 38 سالم هست. And next year I will be 39. و سال آینده 39 سالم خواهد شد. این تغییر رو توی این سه تا جمله به راحتی میتونید ببینید. حالا که بردار زمان رو یاد گرفتیم، بریم ببینیم که فرمول حال ساده چیه؟ یه جمله ساده رو در نظر بگیرین. فاعل به اضافه فعل. Subject plus verb. این فرمول حال ساده است. I help. من کمک میکنم. فاعل به اضافه فعل. You help. تو کمک میکنی. He helps. اون مرد کمک میکنه. برای he، she و it ما باید به فعل یه اس اضافه بکنیم. مثلا she works. اون خانوم کار میکنه. It is my bag. اون کیف منه. که is سوم شخص مفرد فعل be هست، اما is و are. is اینجا سوم شخص مفرده. پس تنها چیزی که در نظر میگیریم اینه که توی حال ساده فاعل به اضافه فعل میشه و برای سوم شخص مفرد فعل اس یا ای اس میگیره. اینکه کجا اس میگیره و کجا ای اس خیلی ساده است که البته میتونم یه ویدیو دیگه هم برای اون بسازم، ولی خیلی تفکیکش کار دشواری نیست. We travel to Tehran. ما به تهران سفر میکنیم. You can start learning English. شما میتونید یادگیری زبان رو شروع کنید. They live in America. اونها در آمریکا زندگی میکنن. این هم گرامر حال ساده. فرمولش رو اگر بخوایم به خاطر داشته باشیم میشه I, you, we, they plus verb. He, she, it plus verb plus s or es. حالا بیاین حالت منفی و سوالی رو هم با هم ببینیم. برای منفی کردن یا سوالی کردن یک جمله اگر فعل کمکی توی جمله باشه از اون استفاده می کنیم و اگر نباشه فعل دو رو به عنوان فعل کمکی در نظر می گیریم. اینجا این دو به معنی انجام دادن هیچ کاری نیست، فقط یک فعل کمکی هست. I do not help. من کمک نمی کنم. You do not help. تو کمک نمی کنی. He does not help. او کمک نمیکنه. حواستون هست که s برای حال ساده کنار فعل میاد. اینجا فاعل رو داریم he، فعل do s گرفته و شده does، not کنارش اومده و سپس فعل اصلی he does not help. او کمک نمیکنه. She does not work. او کار نمیکنه.
It is not my bag. اینجا فعل کمکی is رو داریم. be. فعل be خودش یه فعل کمکیه. دیگه نیازی به do نداریم. میگیم It is not my bag. اون کیف من نیست. همینطور برای we, you و they دوباره داریم we do not help, you do not help, they do not help. پس به طور خلاصه در حالت منفی فاعل رو داریم، فعل رو داریم به اضافه not. حالا اگه فعل کمکی داشتیم همون فعل کمکی رو میاریم و not رو کنارش میاریم مثل it is not. ولی اگر فعل کمکی نداشته باشیم از do برای I, you, we و they استفاده میکنیم و از does برای he, she و it. خب بریم سوال رو یاد بگیریم. برای سوالی کردن هم نیاز به فعل کمکی داریم. اگر فعل کمکی نباشه فعل do رو به کار میبریم و میگیم do I help؟ من کمک میکنم. Do you help؟ تو کمک میکنی. Does he help؟ آیا اون کمک میکنه؟ Does she work؟ آیا اون کار میکنه؟ Is it my bag؟ اینجا فعل کمکی داشتیم پس is رو میاریم. Is it my bag؟ is میاد اول جمله و ادامه جمله رو داریم. آیا اون کیف منه؟ و همینطور میگیم Do we help؟ Do you help؟ Do they help؟ به طور خلاصه فرمول به این شکل میشه که اگر فعل کمکی داشته باشیم یا فعل do میاد اول جمله برای I, you, we و they plus verb و اگر که سوم شخص مفرد باشه فعل کمکی یا does plus he, she, it plus verb. دو تا نکته خیلی مهم رو اینجا باید به شما بگم. توی حالتهای منفی و حالتهای سوالی دیدیم که مثلا میگیم he does not help، نمیگیم he does not helps. دیگه اس اونجا به کار نمیره. چرا؟ چون تغییر در مورد سوم شخص مفرد روی دو انجام شده. دو تبدیل شده به داز. help دیگه اس نمیگیره. توی حالت سوالی میگیم does he help؟ does ابتدای جمله اومده، تغییر روش انجام شده و دیگه help اس نمیگیره. نمیتونیم بگیم does he helps. این اشتباهه. این نکته یه نکته‌ایه که من خودم خیلی توش اشتباه کردم و هنوزم اشتباه میکنم. فقط اینو به خاطر بسپرین که قرار نیست تغییر روی دو تا فعل انجام بشه. وقتی که اس روی یه فعل اعمال کردین فعل بعدی دیگه اس نمیگیره. حالا بریم با هم ببینیم که این حال ساده چه کاربردایی داره. اولین کاربردش برای بیان عادت‌ها و کارهایی که روزمره داره انجام میشه. برای مثال I use the internet most days. من اکثر روزها از اینترنت استفاده میکنم. این یه چیزیه که داره به صورت عادت انجام میشه. مورد دوم برای فکت ها و کارها و یا چیزهایی که از گذشته صحیح بودن الان صحیح هم و در آینده هم درست هستن. یه چیزی مثل the earth is round، زمین گرده، یا مثلا my parents own a restaurant، پدر و مادر من، والدین من مالک یک رستوران هستن. مورد سوم برای بیان دستورالعمل‌ها و مسیرها. To use the program, first you click on the icon. برای استفاده از برنامه ابتدا شما روی آیکون کلیک میکنین. این دستورالعملی هست که من دارم به شما میدم. این میتونه به حال ساده گفته بشه. To go to the cinema, you go down to the traffic lights, then
You turn left. برای رفتن به سینما شما پایین میرید به سمت چراغ راهنمایی، سپس به چپ میپیچید. این هم با گرامر حال ساده میتونه بیان بشه. مورد چهارم، برای بیان داستان‌ها، فیلم‌ها، کتاب‌ها و روایت کردن یک موضوعی میتونید به کارش ببرید. مثلا in the film a lady falls in love with the prime minister. توی فیلم یک خانوم عاشق رئیس جمهور. این فکر کنم از اون فیلم‌های جاسوسی و سیاسی و اینها بوده. تعریف کردن یک فیلم یا کتاب یا یک روایت هم میتونه با حال ساده انجام بشه. خب حالا گرامر حال ساده رو روی یه برگه می نویسم و میذارمش روی یخچال برای اینکه جلوی چشمم باشه، ببینمش و توی زندگی روزمرم ازش استفاده بکنم. خب این اولین ویدیویی هست که من با حضور خودم ساختم. خوشحال میشم که نظرهای شما رو بدونم توی کامنت ها. حتی اگر مشکل صدا دارم، مشکل تصویر دارم، البته خودم رو نمیتونم عوض بکنم، همین شکلی هم، ولی اگر یه موردی هست، یه چیزی هست، اینها رو خوشحال میشم بهم بگین. و اینکه آیا این ویدیو براتون مفید بوده، آیا ادامهش بدم، چقدر باهاش تونستید ارتباط بگیرید و خوشحال میشم توی ویدیوهای دیگه ببینمتون. متشکرم. See you later.